سلام، عصرتون بخیر. یه صفحه دیگه از این کتاب جذاب رو میخوام بخونم براتون. امیدوارم که خوشتون بیاد. برای دشمن هیچ جایگاهی قائل نشوید. این جمله در مورد تمامی احساسات منفی صدق میکند. این آلودگی ها هرگز نمیتوانند به طور خودکار وارد وجودتان شده و کنترل را به دست بگیرند. قطعاً این شما هستید که کنترل را به دست دارید. شما کنترل هر آنچه در موردش فکر می کنید و هر آنچه اجازه ورود به ذهنتان را می دهد در اختیار دارید. همه ما در طول زندگی خود احساسات و هیجانهای منفی را تجربه می کنیم، اما بدانید که تصمیم آخر با شماست. با خود بگویید نمی خواهم ظرفیت ارزشمند وجودم را با حسادت، غم یا خشم پر کنم تا زندگیم را مسموم کند. من از آنچه درونم است یعنی قلبم محافظت می کنم. هر روز صبح که از خواب بیدار می شوی، چیزهایی که روز قبل بابت آن آزرده خاطر شده ایم را کنار بگذاریم. شما می توانید اجازه دهید احساس دلخوری تا مدتها در وجودتان باقی بماند. شاید کینه داشتن احساس خوبی به شما بدهد، اما بر این وسوسه غلبه کرده و با خود بگویید برای این دلخوری جایگاهی قائل نمی شوم. اجازه نخواهم داد تا روزم را تلخ کند. شخصی که موجب آزار شما شده یک بار این کار را انجام داده است، پس اجازه ندهید همچنان به شما صدمه بزند. نگه داشتن این احساس ناراحتی و دلخوری نسبت به آن شخص تنها به شما آسیب می‌زند و فضایی که برای احساسات خوب نیاز دارید را اشغال می‌خواهد کرد. همان احساسات و افکار خوبی که شما را به سمت سرنوشت نهاییتان سوق می‌دهد. فرض کنید که صبح با افکار نگران کننده مثل چگونه قرار است قرضهای مالیات خود را بپردازم، و یا اگر نتیجه آزمایشم بیماری بدی را نشان دهد چه؟ شروع کنید. در این صورت هرگز نمیتوانید از شر این مشکلات خلاص شوید. پس تنها کاری که باید انجام دهید آن است که اجازه ندهید تا وارد ذهن شما شود. روی آن متمرکز نشوید و هرگاه به سمت شما هجوم آورد بگویید نه، میدانم که خداوند همه چیز را کنترل می کند. سپر دستان خداوند از من محافظت خواهد کرد و مرا به جایگاهی میرساند که باید باشم. امیدوارم که خوشتون اومده باشه.